میرحت میتوان گفت که با نظرداشت تحولات اخیر در عرصه جهانی نقش سازمان همکاری‌های شانگهای در آینده قوی تر می شود؟ با فکر من چنین نمی شود، زیرا این زمان روسیه تنها می خواهد با نظرداشت اوضاع در اوکراین، تصرف نیم جزیره کریم و مناقشات در شرق اوکراین با جهانیان نشان بدهد که از عملکردهای آن حمایت می کنند. ولی این گونه نیست. روسیه فقط می‌خواهد نشان بدهد که با وجود تحریم‌های اقتصادی اروپا، موضع‌گیری آمریکا و کانادا و دیگر کشورهای اروپایی نسبت روسیه در انزوا نیست. روسیه فقط می‌خواهد نشان بدهد که سازمان و ائتلاف‌هایی هستند که این کشور را دستگیری می‌کنند. چه مشکلاتی هست که مانع تقویت سازمان همکاری‌های شانگهای می‌شود؟ بازیگران اساسی سازمان همکاری‌های شانگهای روسیه و چین هستند و نه تنها در این سازمان بلکه در قطعه اوراسیا. بخش بزرگ روسیه، سیبیر و شرق دور در قاره آسیا جایگیر شده است و محض در همین جا منفعت‌های روسیه و چین به هم برمیخورند. ما از تاریخ می‌دانیم که هر گونه رابطه و مناسبت‌های روسیه و چین به جای می‌رسند و سپس به هم می‌خورند، زیرا روسیه همیشه خود را همچون امپریا احساس کرده و همسایه‌هایش را یا برادران خردی و یا رقیب بالقوه می‌داند. این چیز را می‌توان درباره چین هم گفت. شما درباره مرزهای علامت گذاری نشده در بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت کردید، از جمله قزاقستان و روسیه و ازبکستان و قرقیزستان یا قرقیزستان و تاجیکستان و در مرز قرقیزستان و تاجیکستان وقت‌های اخیر چند دفعه مناقشه هم رخ داد. تا چه حد این سازمان میتواند در حل همین مناقشه ها در داخل اعضای سازمان کمک کند؟ با فکر من چین در اینجا هیچ نقشه ندارد و نقش اساسی را روسیه می‌بازد. روسیه کار می‌کند که وضع در مدت طولانی تغییر نیابد و این مسئله ها حل نشده باقی بمانند. برای چی این بر روسیه ضرور است؟ ما از تجربه امپریالیستی روسیه می‌دانیم که چگونه مناقشه ولایت ساحلی دنیستر مولداوا و کوهستان قره‌باغ آذربایجان را استفاده می‌کند. روسیه از مناقشه قره‌باغ با طور صنعی استفاده کرد تا ارمنستان را برای پیوستن به اتحادیه گمرکی مایل کند. به نظر من روسیه منفعت دارد است که مرزهای کشورهای آسیای مرکزی برای مدت طولانی تعیین و علامت گذاری نشوند. شاید در قبول قرارهای موقتی برای حل بحث‌ها کمک کند، اما مسئله های مرزی را تنها خودی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان با همدیگر فهمی میتوانند حل کنند و باید بفهمند که این مسئله ها را با کمک دیگر کشورها حل کردن نمیتوان. Понимая, что эту ситуацию с помощью других государств решить невозможно.